به کانال دیپسون خوش اومدید. بریم و بیایم که امروز قرار کلی شوخی خرکی داشته باشیم. سلام دوستان، قبل از هر چیزی یک ثانیه وقت بذارید چنل ما رو سابسکرایب کنید، کلیپ ها و ویدیومون رو لایک کنید، کامنت انگلیسی فراموش نشه که ساباتون نریزه. امروز برامون کلیپ آماده کردن، گفتن که شوخی های خرکی که دوستان اون برای آبمون با هم انجام میدن. بریم ببینیم که کلیپ ها چه قراره. خب یکی از دوستمون زیر تخت قایم شده، هوام تاریک و شب و دیگه این صحبت ها. عروسک رو قل میده. دختر ترسیده کامل. قشنگ بود. آخ آخ، این فیلم گراژ یا کینه رو کسی دیده باشه. کیفو چه دقیق پرت کرد، خورد به سر عروسکه. اسپیکر اگه اشتباه نکنم گذاشته تو کابینت. فکر کنم اسپیکر باشه. شاش کو بوری ذره آب واسه من بیار. تا اینجا که همه چی نورمال پیش رفت. قشنگه. چه شوخیایی با هم میکنن. همه کف زمین رو خیس کرد. پارکتو به چخ رفت. پارکتای چوبی به آب حساس. چیه انداخت تو شلوارش؟ میگه ماهی تو شلوارته. ماهی انداخته تو شلوارش. جالب بود. خب یه چسب گذاشت زیر ظرفه که فکر کنم توش آره اگه اشتباه نکنم. کنده نمیشه. جالب بود. خرکی نبود ولی جالب بود. این بده. چقدر قشنگ اسکول کرد مرده رو. آری کرده. این بازیگر نقش ایت شبیه اون شد. خب برقا رو خاموش کرد. راه روی که اکسیت داره. وای این فیلم ترسناکا بود این صحنه. چیزی ندید، یعنی پسر قایم شد. واو چقدر فریکیه این صحنه. کلاشو رد کرد. این شکه آدمو میکشه. واو افتاد دنبال. آفرین، خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود. به سر سکته کرد. ولی اون قبلیه چیز دیگه بود. اوه پیش نرفت. اسکو مرتی که دیوونه ای بگم خیلی خوبه. اوه بچه سکته کرد. قیافه بچه رو زرزن رفته. قیافه بچه رو ببینید. بچه پوکی هستن. واو مسیر زندگیش عوض شد. خب کدو تنبلا رو. خب این ترس ملو بود. عنکبوت. مرتی که با اون قدایی کله هنوز متوجه نشد قضیه پرنکه.
یه شوخی خرکی دیگه. واو تمام شامپاینا رفت. این شوخی که واسه ایرانی ها چیزی نی، اینا همه شوخی سر صوبیه. اوه توجه داره میکنه. این اوه قضیه جدیش مشت. واو چقدر بد ترسید. قیافه‌شو ببینید. خیلی خوب بود آفرین. واو این تمرکزی ها بده نگاه کنید. واقعا زد من فکرم پرانکه. واو آمریکای جنوبی هم بی‌عصاب. واو چه وقت و انرژی میذارن خارجی ها واسه پرنک کردن هم دیگه. خوب بانوی عزیزمون میاد. واکس البته سیاه‌پوستا شوخی ندارم، میرن تو دل ترس. الان نمونهش همین بانو یه فوش شد رفت. واو خوابه با دهن باز. لیمو ترشو آج زد گذاشت تو لیمو چکون و میره که آب لیمو رو بریزه تو دهن دوست دخترشه فکر کنم یا خانومش حالا هرچی. خیلی کار ضایعیه. Come to bed, baby. بنده خدا خسته بود واقعا. واو تازه دید. I think the peripheral vision is just about shot. یکی این متوجهش نشده که پشت شیشه فکر کنم ماسکم گذاشته. چقدر خوب ترسید آخه، خیلی قشنگ ترسید. چی اینا هماهنگ کردن با هم؟ چیه داستان؟ بالای کوسه شناگر بود. این قشنگ بود، خیلی خوب بود. اوه اینم پرانک بعدیه. دو بار یه کار رو تو اون سرویس بداشی انجام داد. یه بار که انجام می‌خواست تمیز کنه دوباره با عنکبوت انجام داد. واو همه وسایلی که خریده بود ریخت. خونه درندش تنها تمام چراغا رو خاموش کرد که رفت بخوابه. صدای پا روشن کرد دید خبری نیست، اما خیلی خبره. دوباره صدای پا، دوباره چراغ روشن کرد. حداقل بیا جلوی دو تا قدم بزن، ولی میترسه نمیتونه. وای چقدر فیلکیه. حالا وقت ترسوندن ها. نه دستش کمربنده، نه ترسون. وای میدونستم میزنه. این چیه؟ متر گرفته تا یه جایی متر گرفته که برده مطمئنم میخوره. آفرین قشنگ بود. این شخصیت هالووین. چقدر خوب ترسید. واو این شوخی خرکیه. چه جنبه شوخی بالایی دارن. تو ایران باشه مشت و اینا رو ول میدن سمت سر و صورته. شما باشید آب نبود دزدی نکنید.
ماره واقعیه؟ چقدر پسره با اون هیکلش میترسه. ماره دیگه بابا کاریت نداریش. مار آفیسو کسوندم به لباسش. از این سیاه‌پوست پلاستیکیه، از این سیاه‌پوستایی که باید باشه نی سکته کرد پسره. Who's the jokester? یکی سلطان شوخی حالا. Win that amount. We just won $10,000, Ron! We just won $10,000! برنده $10,000 شد. وای چه شوخی مسخره ای بود. I got him at the store to trick you. بهش گفت برنده $10,000 شد و گفت شوخی کردی. چه مسخره ای. من بودم میکشتم دختره رو. مرد واقعا چه شوخیه. وای سکته کرد. این خیلی خوب بود. خیلی کره بودی. بازی داره میره سمت، چقدر بد میره سمت طرف. چه جیغی کشید برده. Got your ass now. Patty, I'm gonna pour myself a glass of wine. Do you want one? Ooh, yes, girl, please. All right. گفت من میخوام شراب بخورم، تو هم میخوای یه دونه؟ گفت آره. داره روغن زیتون میریزه واسش. چه شوخی آخه. قیافش هم چقدر شبیه واین شده واقعا. واسه رنگش داره عجیب غریبه. What do you think of it? Chardonnay? وای گوشیش هم انداخت. خیلی حال بدی داره. نمیدونم خوردی روغن زیتون یا نه. اینجا این هندی بود فکر کنم. خیلی خوب بود. وای این چه لباسیه. تموم شد. زندگی دختر بچه تموم شد. Time to feed my babies. وقتش به بچه هم شیر بدم، غذا بدم. قیافه گربه رو همشون ترسیدن. واو ریدن گربه. این بود از کلیپ امروز و شوخی‌های خرکی که این دوستان با هم میکنن. خواهش میکنم، یعنی اینجا شاید ربطی نداشته باشه ولی please do not try this at home. اینو تو خونه و هیچ جای دیگه ای اصلا امتحان نکن، چون اینجا ایرانه. اعصاب ندارم میزنن یه کاری میکنن که پشیمون میشید از شوخیتون. خب امیدوارم که این کلیپو دوست داشته باشید. یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید. کلیپ‌ها و ویدیومون رو لایک کنید. کامنت انگلیسی فراموشتون نشه. خیلی دوستتون داریم. پیس اوت.